در اینکه حکومت پاکستان، ارتش پاکستان، استخبارات پاکستان، من ذکر کردم در صحبت‌ها، چه در دوران جهاد با روس‌ها، چه در دوران در سقوط امارت اول، که باور کنید یعنی من خودم اینا رو زندگی کردم، دیدم. یعنی من وقتی که در مورد ایران صحبت میکنم، در مورد تاجیکستان، در مورد پاکستان، اینا نه اینکه از دور این چیزها رو دیده باشم، زندگی کردم، دیدم که اینها مجاهدین رو با بهای ناچیز به امریکا فروختن. استادهایی که برای تعلیم در مدارس، در دانشگاه ها، در دانشکده ها، در انستیتوت ها در پشاور بودن یا در شهرهای دیگر پاکستان بودن، اینا رو میگرفتن، دست و پای اینا رو میبستن، به آمریکایی‌ها به عنوان افراد القاعده میفروختن. یعنی اینها رو ما انکار نمی کنیم. حتی زنان و کودکان عرب ها رو هم فروختن. حالا شاید بعضی بگه خوب کردن و غلط کردن آمدن به افغانستان. این یک بحث جداست، وارد اون بحث نمیشیم، حرف گفتن در اونجا هم هست. اما توی یک مسلمان، رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صریح و صحیح بیان میکنن که مسلمان برادر مسلمان است. مسلمان برادر خود را به کفار تسلیم نمیدهد. اما اینا کردن، فروختن. یعنی البته همین مولا عبدالغنی برادر که فعلا معاون اقتصادی رئیس الوزراء هست، در پاکستان دستگیرش کردن، به آمریکا فروختن. عبدالسلام ضعیف، سفیر که یعنی در عرف دیپلماتیک شاید بدترین کشور روی دنیا، این کار در تاریخ بشر صورت نگرفته که در پاکستان صورت گرفت که سفیر بر حال یک کشور رو بگیر، دست و پایش ببند، تحویل آمریکا بده، بفروش. و این خبیث‌های حکومت پاکستان این کار رو کردن و اینها به اندازه بی‌ناموس و بی‌عزت و بی‌شرف هستن. همین استخبارات اینا، IS-هاشون، گرچه در بینشون انسان‌های خوب هم وجود دارد، ما تعمیم بر عام نیست، یعنی که عمومشان را بگیم، اما اکثریت کسانی که حاکم هستن بر این دستگاه‌ها انسان‌های بسیار پست و رذل و بی‌شرفی هستن. دین، انسانیت، شرف، قرآن، سنت، این چیزا برایشان مهم نیست. کردن این جنایت‌ها را کردن، در حق مهاجرین کردن. اما ما اولا در شروع صحبت‌ها گفتم که ما از حکومت پاکستان، فوج پاکستان، استخبارات پاکستان، از ملیشه‌های پاکستان، از اونها همیشه جنایت‌ها و خیانت‌هایی که کردن این رو هیچ کس انکار نمی‌کنه و فراموش هم نمی‌کنه. اما ما در مورد ملت پاکستان داریم صحبت می‌کنیم. این ملت‌ها مغلوب علی امرهم، یعنی اکثر ملت‌های دنیا امروز در دست طواغیت و حکامی گرفتار هستن که حول و قوه‌ای ندارن. چیکار باید بکنن؟ شما مثلا در بین همین کشورهای اسلامی، همین ارتش‌هایی که وجود داره که سالانه با میلیاردها دلار سلاح‌های غربی اینها مسلح هستن، برای کی مسلح هستن اینا؟ برای که یهود را از بین ببرن؟ امروز دیدید که یک نفر از اینا رفته باشه با اسرائیل، گفته باشه با اسرائیل که بالای چشم تو ابروست؟ همه این ارتش‌ها و نیروهای امنیتی و استخبار، همه اینا برای چی است میدونید؟ برای کنترل کردن ملت‌ها، جلوی این ملت‌ها رو بگیرن، فقط برای سرکوب کردن ملت‌ها هست. همه این صحبت‌های شما رو قبول دارم برادر عزیز که اینا ظلم کردن، جنایت کردن در حق مهاجرین، تجارت کردن. من تفاصیلش رو شاید که شما اصلا ندیده باشید، من دیدم که بهترین گندمی رو که کمک میشد به مهاجرین افغان خودشون میگرفتن، بدترین گندم تاریخ تیر شده به اصطلاح پاکستانی رو میدادن به مهاجرین افغانستان. ما دیدیم، زندگی کردیم. بهترین روغنی که کمک میشد میگرفتن برای خودشون، بدترین روغن پاکستانی رو به مهاجرین میدادن و شهرهای خودشون رو ساختن و اردوی خودشون رو ساختن، یعنی اقتصاد خودشون رو به خاطر همین 4-5 میلیون مهاجری که در اونجا بودن سراسر دنیا کمک میکرد و این میرفت به جیب حکومت و سران پاکستان. همه اینا رو قبول داریم. اما با وجود همه اینها، آیا امروز در جنگ بین هند و پاکستان ما باید در کنار هند باشیم یا در کنار پاکستان؟ دین به ما شما میگه که در کنار پاکستان، چون در کنار مسلمان. وانگهی یک مثال تاریخی به شما بزنم. ما بعد از سقوط خلافت عثمانی
چطور دشمن موفق شد که انگلیس و استعمار غرب موفق شد که این کشورهایی رو که یک وقتی شما از کابل حرکت میکردی میرفتی حج میکردی، کل بلاد اسلامی رو، شام و عراق و یمن رو میگشتی، کسی به شما نمیگفت که تو پاسپورت داری، ویزا داری، اصلا نمیگفت تو کجایی هستی، چرا آمدی اینجا. زیاد دور نمیریم، 100 سال پیش این وضعیت جهان اسلام بود. چطور شد که امروز ما به جان هم افتادیم؟ این شد افغانی، اون شد تاجیکی، این شد ازبکی، این شد ترکمنی، این شد پاکستانی، این شد فلان، این شد عرب، این شد عجم. دشمن این اختلافات و این حساسیت ها رو در بین ما ایجاد کرد، مرزها رو بین ما ساختن و ما رو از هم جدا کردن، تیکه و پارچه کردن. ببینید یک مثال ساده بزنیم، حالا مثلا هند و پاکستان هست. همین هند و پاکستان تعداد به اصطلاح کارمندان و افسران و مسئولین بریتانیایی که در هند و پاکستان بعد از سقوط حکومت اسلامی در هند تا استقلال پاکستان تا 1919 در این منطقه حکومت می‌کردن، از 1000 نفر تجاوز نمی‌کرد. تعداد هندوستانی هایی که بودن، یعنی پاکستان، بنگلادش، هند، همه اینها یک کشور بودن، هند بود. همه این هند جمعیتش در اون موقع حدود 300 میلیون بود. چطور 1000 نفر بر 300 میلیون حکومت میکردن؟ برید یک کمی تاریخ رو مطالعه و تاریخ استعمار انگلیس در هند رو مطالعه بکنید. سیندی رو به جان پنجابی انداختن، پنجابی رو به جان پشتون انداختن، پشتون رو به جان پنجابی انداختن، مسلمان رو به جان هندو انداختن، هندو رو به جان سیک انداختن، سیک و هندو رو به جان مسلمان انداختن. با اون کسایی که در منطقه بنگال بودن گفتن شما یک نژاد خاصی هستید، شما بنگالی هستید، شما رو چی بین با سیندی و پنجابی ها؟ اینا رو گفتن که شما سیندی و پنجابی هستید، اونا بنگالی ها چه حق دارن که برای خودشون مثلا خود مختار باشن؟ همینطور این کشمیری است و این نمیدونم بلوچ است و این فلان است، همینطور به جان هم دیگه انداختن. این 1000 نفر کارمند انگلیسی اونجا در قصراشون نشسته بودن، کیف خودشونو میکردن. ملت طوری به جان هم افتاده بودن که پنجابی میامد جاسوسی سندی رو میکرد، سندی میامد جاسوسی پنجابی رو میکرد، پشتون میامد جاسوسی هر دوتاش رو میکرد، این میامد. به این شکل حکومت کردن. 1000 نفر بر 300 میلیون حکومت کردن، چند قرن. تاریخ حکومت هند رو در بریتانیا رو در هند بخونید و فرقایی رو که ایجاد کردن. اکتفا نکردن با اون همه فرقایی که بود. مثلا این فرقه قادیانی رو ایجاد کردن، فرقای صوفی گوناگونی رو ایجاد کردن تا که مسلمان ها رو فرقه فرقه بکنن، به جان هم دیگه بندازن، اونها حکومت بکنن. به خاطر همین شعارشون چی بود؟ تفرقه انداز حکومت بکن. من اینو میخوام بگم که برادر عزیز و همه عزیزانی که حساسیت دارن به این تعصبات، اونا بد کردن، اونا اشتباه کردن. آیا ما باید با اشتباه جواب اونها رو بدیم یا نه؟ ما در راستای ایجاد یک امت واحد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند مثال مسلمان برای مسلمان چی است؟ مانند یک جسد است که اگر یک عضوی از اعضای بدن ناراحت شوه یا تب بکنه یا درد بگیره، همه بدن بیقرار میشه. یا فرمودن که مسلمان برای مسلمان مانند یک بنیانی است که یکی دیگری رو اینطوری فشرده. یعنی چی؟ شما خشت ها رو دیدید در وقتی که دیوار رو یکی چپ و راست میگزنن اینطوری حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستان مبارکشون اینگونه داخل هم کردن که اینگونه یعنی باید با هم دیگه باشن. ما نباید به این تعصبات دامن بزنیم. حالا چون که 4 تا پلیس کثیف پاکستانی مثلا فلان جنایت رو کرده، ما امروز بگیم که ملت بیچاره پاکستان را هند بیاد بمباران بکنه. یقین دارم هیچ مسلمان واقعی این فکر رو نمیکنه، بیان همه رو از بین ببره چون که یک پلیسی به من ظلم کرده. این ما وقتی در مورد این گونه مسائل صحبت میکنیم از منطق اسلام صحبت میکنیم. محمد رسول الله و
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حالا در بین این رحماء بینهم شاید قمارباز باشه، فاسق باشه، فاجر باشه، زناکار باشه، آدم خوب باشه، آدم بد باشه، اما این اصلاح در داخل هم وظیفه ماست، امر به معروف و نهی از منکر هم وظیفه ماست. در مقابل دشمن و معیار دوست و دشمن در اسلام والا پاکستانی و افغانی و عرب و عجم نیست. معیار چی است؟ توحید است، معیار دین است. بزرگترین دلیل ولا و برا جز ایمان است. کسی که به ولا و برا اعتقاد نداشته باشه اصلا به اسلام وارد نشده. به اسلام ولا و برا در لا اله الا الله هست. لا اله الا الله معنیش این است که معنی واقعی این است که تو با هر کسی که مؤمن هست به الله اعتقاد دارد باید دوستی بکنی و با هر کسی که به غیر الله اعتقاد دارد دشمنی بکنی. بدون هیچ تردد ما از مسلمانان پاکستان دفاع میکنیم. اینکه اونها چه کردن چه نکردن این برای خودشان. وظیفه تو در جنگ بین اسلام و کفر تو دیگه نگاه نمیکنی که اینها کی بودن، چه کردن چه نکردن. مادامی که مسلمان هستن دین به تو میگه که در مقابل کفار باید با مسلمانان همکاری بکنی. اینایی که میگن پاکستان این بوده، پاکستان این بوده، پاکستان اون بوده، برادر عزیز درست است. حکومت پاکستان، فوج پاکستان، استخبارات پاکستان خیانت کردن، جنایت کردن، ظلم کردن، ستم کردن در حق ملت افغانستان. اما فراموش نکنیم که ملت پاکستان بیش از 30 سال هست، چیزی در حدود 40 سال میشه که میلیون ها نفر مهاجر افغانی رو جا دادن و وضعیتی که مهاجر افغانی در پاکستان داره در هیچ گوشه دنیا نداره. نه در ایران، نه در هیچ جای دنیا نداره. زمین ماننده که زمین خودش باشه، خانه ماننده که خانه خودش باشه، تجارت ماننده که تجارت خودش باشه. شما ببینید در پاکستان مثلا در همین پیشاور از مالگمندهی گرفته تا قصه خانی و صدر و همین مناطق مارکت هایی که در پیشاور هست تا کارخانو، کسانی که بلد هستن این اسما رو باش آشنایی دارن. افغانی برای خودش تجارت میکنه، حساب بانکی داره، بزنس میکنه، صادرات داره، واردات داره، هیچ کس هم بهش چیزی نمیگه. در هیچ گوشه دنیا این آزادی رو ملت افغانستان نداشتن که در پاکستان داشتن. پس نباید ظلم بکنیم در حق برادران مسلمان. اگر اشتباهاتی کردن بین خودشان و خدایشان. اما عموم ملت پاکستان با جان و دل در کنار ما ایستادن و هیچ کس معصوم نیست. یعنی شاید از میلیون یک نفر ظلمم کرد، بله شاید. اما امروز وقتی جنگ بین مسلمان ولو که مبتدع باشه، ولو اینکه گمراهی ها داشته باشه، ولو اینکه هر چی که باشه، جنگ بین او و جنگ بین هندوهای گاوپرست باشه و تو بری به خاطر مسائل سیاسی از هند دفاع بکنی یا اینکه هند پاکستان رو میزنه خوشحال بشی، تو باید بری اثر کلمتو بخوانی. نه این مسلمانی تو به درد جرز دیوارم نمیخوره. باید بری اثر کلمه بخوانی. کسی که در این که هند پاکستان رو بمباران میکنه اظهار خوشحالی میکنه، این انسان در ایمان شک کنید، مسلمان نیست. چرا که مسلمان به خاطر اذیت و آزاری که یک مسلمان ببینه خوشحال نمیشه. این اصلا وارد اسلام نشده که از اسلام خارج بشه، پس از دوباره کلمه بخونه. چطور تو یه راضی میشی که مثلا گاوپرست ها، گوساله پرست های هند برادران مسلمان تو رو بمباران بکنن و تو خوشحال بشی چون که با پاکستان مشکل سیاسی داری؟ این کسایی که اینطوری فکر میکنن اینا مشکل اعتقادی دارن. اینا دین رو نفهمیدن، اصلا توحید رو نفهمیدن، اصلا لا اله الا الله رو درک نکردن، از کوچه لا اله الا الله رد نشدن اینا.